این شاید آخرین بخت تیم پرسپولیس باشه. اوج حساسیت فرزاد آشوبی زبش مدافع برخورد میکنه. حالا خلیلی موقع بازیکن پرسپولیس در دهانه دروازه و توی دروازه قرار میگیره. چه زمانی گل میزنه این تیم پرسپولیس. چه فوتبالی شده این بازی. دقیقه 96 قهرمان لیگ عوض میشه. چه خبر ورزشگاه آزادی. افشین قطبی رو یکی بعد جلوشو بگیره. یه هوادار اومده اونجا سراغ مهدی واعظی. نگاه کنید چه پایان دراماتیکی داشت این مسابقه. اوج شادی برای هوادارانه. مسعود زاری نمیشه اخراج شد. مسعود زاری رفت بیرون از زمین. یه بار دیگه با هم نگاه میکنیم. این ضربه محسن خلیلی است. شانسی توپ رسید به کریم باقری. کریم توپو ساند کرد و این ضربه سپهر حیدری حساب کار رو 2-1 میکنه. این سانتس که انجام میشه روی دروازه. این ضربه صد